همه کسایی که این روزا میخوان امتحان آیلتس بدن و به نمره آیلتس احتیاج دارن یه سوال مشترک از من میپرسن. 98%شون یه سوال مشترک میپرسن که من امتحان میخوام بدم پیپر بیس ثبت نام بکنم یا کامپیوتر بیس، اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ چون همینطور که میدونین الان در حال حاضر امتحان آیلتس به 2 فرمت برگزار میشه، پیپر بیس و کامپیوتر بیس. خب پس طبیعیه که بچه‌ها سوال داشته باشن. دیدم این سوال خیلی تکرار میشه، گفتم بیام و یه ویدیو بسازم و توی ویدیو همه چیزو در واقع همه نکاتو بگم و در نهایت شما تصمیم بگیرین که پیپر بیس باشین یا کامپیوتر بیس. پس با من همراه باش. من فهیمه نجفی هستم و اینجا کمکت میکنم که انگلیسی رو بهتر یاد بگیری، با آزمون‌ها آشنا بشی، مکالمه بهتری داشته باشی، بتونی اسپیکینگ بهتری داشته باشی، خلاصه اینکه همراهتم از اول تا آخرش. اگر کانال من رو دنبال نمی‌کنی لطفاً گزینه سابسکرایب رو بزن، زنگوله کنارش هم بزن تا برات نوتیفیکیشن بیاد هر زمان که من ویدئوی جدید میذارم. خب همینطور که گفتیم الان در حال حاضر امتحان آیلتس به 2 فرمت برگزار میشه، پیپر بیسد و کامپیوتر بیسد. ببین پیپر بیسد که از اسمش مشخصه، یعنی میان در واقع به شما کاغذ میدن، برگه میدن، امتحانا روی برگه های در واقع همیشگی هستش و شما یه سری سواله ها رو جواب میدین. خب کامپیوتری هم یعنی که خب در واقع کامپیوتری برگزار میشه، توی کامپیوتر هستش، اما بچه‌ها فکر میکنن که چون کامپیوتریه باید توی خونه، یعنی توی خونه میشینن و امتحان رو میدن، در صورتی که اینطور نیست. شما باید برین در واقع اون مرکزی که امتحان آیلتس رو برگزار میکنه و شما اونجا ثبت نام کردین، اونجا بشینین، پشت سیستم های اونا بشینین و امتحانتون رو بدین. پس این امتحان توی خونه‌تون برگزار نمیشه، در مرکزی هستش که شما ثبت نام میکنین. بچه‌ها قبل از آزمون دادن، قبل از اینکه اصلا برای آیلتس در واقع آماده بشین، همه جور اطلاعاتی رو در موردش در بیارین، در موردش تحقیق بکنین، کامل بشناسینش، بدونین که چه نمره‌ای میخواین. این خیلی مهمه که بدونین چه نمره‌ای میخواین و با فرمت ها آشنا بشین، تصمیم بگیرین که کامپیوتری میخواین امتحان بدین یا پیپر و بعد ثبت نام بکنین. به خاطر اینکه آیلتس خب یه امتحان خیلی گرونی هستش، $350 الان قیمتشه، حدودا میشه 6,100,200. خب خیلی گرونه دیگه. شما بدون تحقیق برین و آزمون بدین، نمره‌ای که میخواین رو نگیرین یا فرمتی رو انتخاب بکنین که مناسب شما نیست و مجبور شین دوباره امتحان بدین. خیلی وحشتناکه. خلاصه این که حسابی تحقیق کنین و آشنا باشین. خب حالا میخوایم این 2 فرمت رو با هم دیگه به طور کامل بررسی بکنیم، با جزئیات، معایب، مزایاشون رو بهتون میگم، در نهایت انتخاب کنید که کامپیوتر بیسد یا پیپر بیسد. خب ببین پیپر بیس چطوریه؟ شما ثبت نام میکنین توی امتحان پیپر. ببین بس اول اینو بگم، ببین امتحان آیلتس 4 مهارت رو در ما میسنجه. listening به ترتیب سوالای امتحانی، listening، reading و writing و speaking. امتحان listening، reading و writing در واقع توی یه روز برگزار میشه توی پیپر بیسد. توی پیپر بیسد این 3 تا توی 1 روز برگزار میشه. خب 2 ساعت و 40 دقیقه طول میکشه و شاید یه کوچولو کمتر، ولی توی همین حدوده 2 ساعت و 40 دقیقه طول میکشه، یه روز هستش. و توی پیپر احتمال اینکه اسپیکینگ شما یه روز دیگه بیفته خیلی بالا هستش، مگه اینکه شما از یه شهر دیگه بخواین برین یه شهر دیگه امتحان بدین، مثلا از مشهد میخواین بیاین تهران امتحان بدین یا از تهران میخواین برین کرمان امتحان بدین. باشون تماس میگیرین، میگین مثلا من 1 روز بیشتر اونجا نیستم، لطفاً امتحان اسپیکینگ منو همون روز بذارید، که خب اگر بتونن این کارو میکنن، ولی در غیر این صورت احتمال اینکه اسپیکینگتون 1 روز دیگه باشه خیلی زیاده. اما توی امتحان کامپیوتری اینطور نیست. همون روزی که شما میرین این 3 تا رو امتحان میدین، اسپیکینگتون هم همون روزه. حالا 2 ساعت اینورتر، 2 ساعت حالا قبلش یا بعدش
مشخص نیست. ببین البته چرا میتونه مشخص باشه، اگر که امتحانت 8 صبح باشه خب یعنی اسپیکینگت میفته بعدش، اما اگر مثلا امتحان اصلی ساعت 2 بعد از ظهر باشه خب میتونه قبلش باشه میتونه بعدش باشه. خب پس برای امتحان پیپر اسپیکینگ شما یک روز دیگه است، اما برای امتحان کامپیوتری همون روز هستش امتحان اسپیکینگتون. خب این فرق اولشون. اول این دوتا میتونه فاکتوری باشه که شما در نظرش بگیرین که آیا برای من مهمه که اسپیکینگم همون روز باشه یا نه. خب پس این اولین فرقشون. در مورد پیپر شما ثبت نام میکنین و میرین برای جلسه امتحان، در واقع شما رو چک میکنن، ازتون عکس میگیرن، امضا میگیرن، اثر انگشت میگیرن ازتون و وارد جلسه میشین. از اون مراحل میگذرین، وارد جلسه میشین و در واقع به شما هر سری برای هر مهارت یه در واقع ست سوالی بهتون میدن، یه جزوه سوالی بهتون میدن. اولین جزوه‌ای که بهتون میدن و کاغذی هستش لیسنینگ هستش. لیسنینگ رو بهتون میدن، مداد و پاک‌کنم بهتون میدن، شما گوش میدین. حالا لیسنینگ شما گوش میدین و سوالایی که قراره جواب بدین با مداد مینویسین. برای امتحان لیسنینگ پیپر شما در واقع 30 دقیقه خود لیسنینگ و تمریناش هستش. 10 دقیقه هم به شما فرصت میدن که اون چیزایی که توی این جزوه نوشتین، توی این پمفلت نوشتین، اونا رو انتقال بدین به انسر شیت، به برگه پاسخ. خب پس اینم فرق در واقع دوم امتحان پیپر بیسد و کامپیوتر بیسد. توی کامپیوتر بیسد اینطور نیست، همون لحظه شما باید تایپ بکنین جواب رو. خب دیگه بعدش 10 دقیقه به شما فرصت نمیدن که در واقع سوال ها رو از این ور انتقال بدیم به اون ور، از پرسشنامه ببرینشون به پاسخنامه. اوکی، پس فرق دوم، توی پیپر 10 دقیقه وقت اضافه برای لیسنینگ داری که جوابا رو منتقل بکنی، اما در کامپیوتر این 10 دقیقه رو نداری. 1 یا 2 دقیقه فقط در نهایت به شما زمان میده، میگه که یه نگاه بنداز، اما شما از همون اولش باید جواب سوال‌ها رو در واقع بنویسین توی اون جا خالیایی که بهتون میدن، یا اگر مثلا مچ هستش باید بکشینش، درگ اند دراپ هستش یا مثلا انتخابی هستش، همون اول باید انجام بدین، دیگه بعداً فرصت ندارین. خب پس فرق دوم، اوکی، پس فرق اول این بودش که اسپیکینگمون یه روز دیگه است. فرق دوم این که پیپر 10 دقیقه اضافه هستش، اضافه داریم برای لیسنینگ، توی کامپیوتر نداریم. توی پیپر ریدینگ ما توی یه برگه است، پرسشنامه و یه پاسخنامه هم به ما میدن توی ریدینگ که سوالا رو میخونیم، جوابش رو میبریم توی پاسخنامه. دیگه 10 دقیقه‌ای برای ریدینگ به ما نمیدن، 10 دقیقه اضافه‌ای توی ریدینگ ما نداریم. خب برای کامپیوتری هم همینطور، همون لحظه همونجا شما باید در واقع جوابا رو در واقع سوالا رو جواب بدین. حالا چه ترو فالس هستش که باید علامت بزنین یا نوشتنی هستش که باید تایپ بکنین، بنویسین. پس بین ریدینگ در واقع پیپر و ریدینگ کامپیوترش فرقی نیست و 10 دقیقه هم جواب 10 دقیقه هم برای انتقال جواب ها بهمون نمیدن. اوکی، این هم از ریدینگ و میریم سراغ رایتینگ. ببین رایتینگی که ما توی پیپر داریم باید با اون مدادی که خودکار که اصلا نمیتونیم استفاده کنیم، باید با اون مدادی که بهمون دادن رایتینگمون رو بنویسیم. برای من به شخص نوشتن با مداد خیلی وقت گیره و خیلی سخته حقیقتاً. اگر نوشتنت با مداد خوبه و تندی و میتونی انجامش بدی، به خوبی از پسش بر بیای، خب پیپر گزینه مناسبی هستش برات. اما اگر که نوشتنت با در واقع مداد یه مقدار طول میکشه یا خیلی خسته میشی یا اینکه خب با مداد اوکی نیستی که بنویسی، احتمالاً کامپیوتری برای تو بهتره. کامپیوتری چه خوبی داره؟ ببین خوبی کامپیوتری در واقع رایتینگ کامپیوتر این هستش که وقتی که تایپ میکنی، اگر بخوای چیزی رو حذف بکنی، اضافه بکنی، نمیدونم پاک بکنی،
تغییراتی ایجاد بکنی، هر اتفاقی که بخوای روی رایتینگت، هر کاری که بخوای روی رایتینگت اعمال بکنی، خیلی راحت اتفاق میفته. یعنی کلیک میکنی یه جا و اونجا مثلا یه چیزی اضافه میکنی، یا کلیک میکنی یه جا و اونو پاکش میکنی، یا انتخاب میکنی یه چیزی رو پاک میکنی. کثیفکاری نمیشه. توی کامپیوتر ما کثیفکاری توی رایتینگمون نداریم، اما توی پیپر مدام باید حواسمون باشه که کثیفکاری نشه. من اگر از جمله‌ام مطمئن هستم اونو بنویسمش توی رایتینگم، اگر مطمئن نیستم ننویسم، چون اگه بنویسم و اشتباه باشه یا دوستش نداشته باشم جمله رو یا بخوام تغییری بهش بدم، مجبورم با پاکش کنم دیگه. خب این هم کثیفکاری ایجاد میکنه که تاثیر بدی روی اگزامینر داره و تغییرات ایجاد کردن توی پیپر خیلی سخته، مخصوصا اگه شما 2 پاراگراف 3 پاراگراف نوشته باشین بعد تازه بخواید یه چیزی رو تغییر بدین. وای مصیبته. چون من این اتفاق برای خودم افتاد. توی امتحان پیپرم میخواستم یه چیزی رو در واقع پاک بکنم، اضافه بکنم. ببین یعنی کلافه شده بودم و این پاک کنه خوب پاک نمی‌کرد، از طرفی میترسیدم برگه یهو نکنه پاره بشه، بعد آیا اون چیزایی که من میخوام بنویسم اونجا جا میشه. خیلی دردسر داشت. این بودش که من اصلاً پیپر رو دوست ندارم، به خاطر همین مسئله رایتینگش که کثیفکاری داره، تغییرات توش سخته، بعد از من خیلی زمان میگیره که بخوام با در واقع مداد بنویسم. اما کامپیوتری و تایپ کردن برای من به شخص خیلی راحت بود، خیلی. و جالبه بهتون بگم توی پیپر من ببین هیچ وقت اضافه‌ای نیاوردم که رایتینگم رو دوباره چک بکنم و ازش مطمئن بشم که همه چیزش درسته. اما توی کامپیوتری 5 دقیقه 10 دقیقه من وقت اضافه آوردم، چون تایپم خوب بود، تند خیلی نبودم و متوسط بودم ولی خوب بود، رسوندم به وقت خودم رو رسوندم. قشنگ همه رو تایپ کردم، تغییرات رو انجام دادم، 10 دقیقه من قشنگ وقت اضافه آوردم، 10 دقیقه کامل. و نشستم سراسر اون کلماتی که احساس می‌کردم که معادل بهتری دارن و قشنگ فکر کردم، به جای یه سری کلمات بهتر گذاشتم. اگر جایی لازم بود که اصطلاح اضافه بکنم اصطلاح اضافه کردم. میدونی با فکر باز در واقع رایتینگم رو نوشتم و اولین باری که کامپیوتر من امتحان دادم رایتینگم 8 شد و خیلی ازش راضی بودم، چون راحت بود دیگه برام. پس فرق دوم و در واقع مهمی که پیپر با کامپیوتری داره اینه که توی پیپر رایتینگ نوشتن یه مقدار سخت هستش، تغییرات ایجاد کردن سخت هستش، پاک کردن سخته و ما معمولاً زمان اضافه نمیاریم توی پیپر. اما توی کامپیوتری احتمال اینکه زمان زیاد بیاریم عالیه و زیاده احتمالش، زمان میتونیم اضافه بیاریم و دوباره چک بکنیم، تغییرات انجام دادن راحته و در کل عالیه دیگه. ولی خب البته اینم بگم که تایپتون باید خوب باشه، یعنی باید صفحه کلید انگلیسی رو بشناسین، جای کلمات رو بشناسین، مخصوصا توی بخش لسنینگ، چون لسنینگ همون لحظه که دارین میشنوین باید تایپ هم بکنین دیگه. اینه که باید، حالا من نمیگم حتما تایپیست حرفه‌ای باشین، نه، ولی بشناسین، صفحه کلید رو قشنگ بشناسین که اونجا دیگه به دردسر و مشکل بچه‌ها نه. و در نهایت در مورد اسپیکینگ که در واقع اسپیکینگ پیپر و اسپیکینگ کامپیوتری هیچ فرقی با هم دیگه نداره، اصلا فرقی با هم دیگه نداره، چون اسپیکینگ دیگه صحبت میکنین با یه نفر و توی هر جفتش همین اتفاق میفته، شما با یه نفر صحبت میکنین و ضبط میشه صداتون و طبق یه سری معیارهایی به شما در واقع نمره داده میشه. من خودم در نهایت اگر بخوام در مورد نظر خودم در مورد این دو فرمت بگم، خودم به شخص انتخابم هر چند بار دیگه هم بخوام امتحان آیلتس بدم کامپیوتری هستش، به دلیل اینکه گفتم دیگه براتون، به دلیل یه فرق اساسیشو فراموش کردم بهتون بگم، چه خوب که یادم افتاد. حالا اینو جمله قبلیمو تموم بکنم، اینکه به دلیل همه راحتی که کامپیوتر داره برای من کامپیوتر رو انتخاب میکنم. سختی‌های خودش هم داره ها، مثلا ممکنه چشمت خسته بشه به مانیتور نگاه بکنی طولانی مدت، یا اینکه تایپت خیلی خوب نباشه. خب این چالش‌ها رو هم داره، ولی در کل انتخاب من به شخصه کامپیوتری هستش، چون واقعا راحت و خوبه. خب فرق اساسی تر این دوتا، فرق اساسی تر کامپیوتر و پیپر این هستش که پیپر 2 هفته بعد جوابت میاد. خیلی زیاده برای اینکه بدونی نمره مورد نظر تو گرفتی یا نه. 2 هفته یه عمره،
خیلی طول میکشه، خیلی زیاده. بعد من چون توی شرایطش بودم میدونم که آدم چقدر استرس تحمل میکنه تا این 2 هفته بگذره، بعد زمان دیر میگذره که تو تازه بعد 2 هفته نمرت رو بگیری، بعد آیا گرفته باشی یا آیا نگرفته باشی، این دیگه به قسمت فاجعه کاره. اما خبر خوش اینه که توی امتحان کامپیوتری نتیجه ها 2 روز نهایتا 3 روز بعد میاد. اصلا ببین به نظر من عالیه، معرکه است. چون ببین تکلیفت زود مشخص میشه، چه قراره که دوباره امتحان بدی، چه قراره که دوباره امتحان ندی، یا اینکه بالاخره میدونین استرست کمتره. اون کجا 2 هفته استرس داشته باشی، اون کجا که 2-3 روزه دیگه این جمع بشه و نمرت رو بفهمی. و بعدم که دیگه حالا میگن که نمرتون رو خودتون میایین، نمره که نه، کارنامه‌تون رو خودتون میایین تحویل میگیرین، یا اینکه براتون بفرستیم که شما دیگه میتونین انتخاب کنین که اون مؤسسه براتون بفرستن یا خودتون برین حضوری بگیرین. وقتی که براتون ارسال میکنن خب اونم یه مدت زمانی طول میکشه تا به دستتون برسه. پس وقتی که میخواین اپلای بکنین حتما به این زمانهایی که طول میکشه تا جواب بیاد، زمانهایی که طول میکشه تا کارنامه به دستتون برسه هم دقت داشته باشین. و دیگه همین دیگه، چیزی نمیمونه که من نگفته باشم. ببین مثلا اینم بهتون بگم که هدفونی که در واقع استفاده میشه توی امتحان کامپیوتری، هدفونایی که من تا الان استفاده کردم توی 2 تا مؤسسه‌ای که امتحان دادم، خیلی هدفوناشون خوب بودن. یکیش به نظرم خب خیلی بهتر بود نسبت به اون یکی، به خاطر اینکه هدفون بزرگتر بود و قشنگ کامل روی گوشام قرار گرفته بود. ولی اون یکی مؤسسه‌ای که یه مقدار ناراضی بودم از هدفونشون، هدفونش کوچیک بود و اینجوری اومده بود اینجا تکون میخورد، حواسمو پرت میکرد. ولی اون یکی نه، همینجا چسبیده بود، حواسمو دیگه پرت نمیکرد اون هدفون و در واقع برای بخش لسنینگ. همین فکر کنم دیگه همه چیزو بهت گفتم، همه چیز دیگه، همه اطلاعاتی داری، میتونی تصمیم بگیری که کامپیوتری امتحان بدی یا پیپر امتحان بدی. حتما به کامپیوتری فکر کن، چیز خوبیه و همه کشورها قبولش دارن. خیلی میپرسن که نمرهشون ممکنه نمره کامپیوتری رو یه سری جا قبول نداشته باشن، که حقیقتا به نظر من این شایعه بیش نیست. چون من یکی اینکه نه شنیدم که این اتفاق تا به حال افتاده باشه، و اینکه خیلی از کشورهای دنیا به خاطر در واقع حمایت از محیط زیست اومدن کلاً پیپر رو برداشتن و الان اکثرا توی کشورهای دنیا داره کامپیوتری امتحان برگزار میشه. توی ایران هستش که فقط تهران در واقع این مؤسسات، یه سری مؤسسات هستن که کامپیوتری دارن. راستی اینم بگم دیگه، فقط تهران هستش که امتحان کامپیوتری توش برگزار میشه فعلا. حالا نمیدونم بعدن شهرهای دیگه هم اضافه بکنن یا نه، ولی در حال حاضر فقط کامپیوتری در تهران برگزار میشه. پس اگر جای دیگه هستین میتونین بیاین تهران و تهران امتحان کامپیوتری بدین. خلاصه دیگه همین. امیدوارم چیزی رو از قلم ننداخته باشم، چیزی رو جان ننداخته باشم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تماشا کردین و توی ویدیو بعدی میبینمت.